و باز چی سبب شده است که تا امروز دین چنین تازه باقی مانده است؟ یکی از سبب‌های مهم این خلق زیبای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که مردم روی به این دین مقدس اسلام آوردند. یعنی اساساً رفتاری رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، و معاملشون با مردم هم اساساً خدمتی که به این دین مقدس اسلام کی خدمت کرد؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت کردند. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم دین مقدس اسلام تا آخرین وفات صحابه ها به تمام مغرب و مشرق پهن شد. آنها خدمت بی‌نهایت بزرگ کردند و آنها خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از سبب‌های بود که در گرد خورد مردم را جمع کردند. الله تعالی بعضی همین رفتاری نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم را با مثال میگفتند. بله، الله تعالی در سوره آل عمران که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. بر رحمت الله تعالی، مهربانی الله تعالی بود که تو ای پیامبر صلی الله علیه و به مردم مهربانی کردی، ملایمی کردی، خوشفعلی کردی، تندگو میشدی و اگر سخنهای تو درشت میشد تو بد معامله میشدی لانفضوا من حولك، مردم از اطراف تو میگریختند. روز خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابگان در مسجد نشسته بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها تعلیم میدادند، خوشا به حالشان. در مسجد علم میگرفتن، علم میدادن. مسجد فقط برای نماز نیست. بله. مسجد بسیار وظیفه ها را اجرا میکند. حتی تعلیم هم یک جزئی از وظیفه ها است. مسجد بسیار وظیفه ها را در دوش دارد. بنابراین پیامبر وقتی که به مدینه آمدن اولین کاری که کردن مسجد بنیاد کردن. مسجد فقط به یک جانب عبادات نیست. و وقتی که نشسته بودن یک اعرابی در آمد، یعنی بادیه نشین، صحرانشین، شخصی که از حضارت و از مدنیت دور است، در آمد و فبال فی طایفه المسجدی، میگن در یک ناحیه مسجد، در یک گوشه مسجد پیشاب کرد. بیچاره که مقصد از حضارت و از مدنیت دور است، نمیدونه در نظر او وقتی که از کوچه در آمد یک جایی پناهگاه یافت. بله، اون وقت مسجد ها مثل امروزه مسجد نبود و مسجد ها هم گلیم و قالین نداشت. در آمد پیشاب کرد که فزجره الناس، تمام صحابه ها از جا خیستند، با تمام غضب به سویش شتاب داشتند که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را نهی کردند. فنهاه النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را آرام کردند، گفتند دعوه، گذارید او را به حالش. برای آن که او الکی پیشاب خود را شروع کرده بود. اگر مقصد صحابه ها از نهی این اعرابی نجاست نشدنی مسجد باشد، بسیارتر نجاست میشد. چون که وقتی که اینها هجوم میکردن و میگریخت، وقتی که میگریخت بسیارتر جای مسجد نجاست میشد. غیر از این لباسش هم نجاست میشد. غیر از این به سلامتی خود اعرابی ضرر دارد. وقتی که انسان شروع کی کرد باید باز نیستد در مابینش. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این به اینابت گرفتند و شدگی کار شد. گفتند ایستید. وقتی که به پایان رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که به بالای پیشابش یک ستیل آب ریزید. اگر این پیشاب مثلا سطح خاک باشد، اگر همین قدر مثلا پیشاب شده باشد، وقتی که 10 لیتر آب میریزید و پاک میکند. بله. یک ستیل از بالاش آب ریزید گفتند. بعد اعرابی رو به نزدشان فریاد کردند. گفتند که این مسجد است برای ذکر الله تعالی، برای قرائت قرآن، برای عبادت. برای این کارهای افلاس مسجد سزاوار نیست، جای این خیلی نیست. این اعرابی از جهت نادانی این کار را کرد، نه از جهت تحقیر مسجد. اگر کسی از روی تحقیر مسجد اگر توف کندم کافر میشد به مسجد، بگذار توف هم نکند، مسجد بد بیند کافر میشد. بد دیدن مسجد این کفر است. لیکن این پیشابی که اعرابی کرد از روی نادانی، از روی جهل بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله برای او تعلیم دادن. وقتی که این معامله را اعرابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرد، در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد، گفت اللهم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. پروردگارا مرا رحم کن و محمد را رحم کن و همراهی ما دیگر هیچ کسی را رحم نکن. شما ببینید در یکمین لحظه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا واخورد یا یک عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم دید و
و پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بها داد. خلاصه ای اگر اعرابی رو به همین حادثه اگر نگاه کنیم، پروردگار رو من و محمد رحم کن گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشت الکی و دعا هم کرد ولا ترحم معنا احدا، همراهی ما دیگر کسی رو رحم نکن گفت، چون که صحابه ها میخواستن به او درافتن. یعنی که وحید دید که چند نفر در غضب بود و دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم با رفتار دیگرگون داشتند و خودش در عقلش هم در میزان ماند. الکی وای منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در قلبش جای داد. بنابراین در حق پیامبر صلی دعا که پیامبر صلی الله گفتن که لقد حجرت واسعا، در حقیقت چیزی وسیع رو تنگ کردی گفتن، یعنی رحمت الله تعالی رو، رحمت الله تعالی همه چیز رو فرا میگیره، تو تنگ کردی گفتن. انا همین قصه یک قصه هست که خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم رو هم اعرابی دید و خلاصه برداری کرد و هم صحابه ها از این عبرت های بزرگ آموختند. یعنی چندین حکمت ها داشت. بله،